آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که تقریباً 30% جمعیت ایران دچار اختلال روانی هستند. برخی روانشناسان نسبت به ادامه سرکوب سازماندهی شده دولتی به عنوان عامل ایجاد اختلال‌های روانی هشدار می‌دهند. آمار وزارت بهداشت همچنین نشانگر آن است که در حال حاضر دوره جوانی اصلی ترین دوره سنی است که افراد در آن به اختلالات روانی مبتلا می‌شوند. همچنین کودکان نسل جدید بیش از گذشته دچار اختلال روانی می‌شوند. گاهی پیش می‌آید که برخی مشکلات اقتصادی را عاملی بر افزایش آمار بیماری‌های روانی در کشور اعلام می‌کنند. اگرچه وضعیت اقتصادی جامعه هم یکی از عوامل مؤثر بر روح و روان مردم است، اما این تمام دلیل نیست. کما اینکه در حال حاضر افرادی که در شمال شهر تهران دچار اختلال روانی هستند تعدادشان کمتر از ساکنان جنوب شهر نیست. اما به طور کلی فضای جامعه اعم از بحران‌های اقتصادی، وضعیت فرهنگی، معیشت، چالش‌های اجتماعی و سیاسی همه عواملی تأثیرگذار بر قالب روان مردم خواهد بود. 23.4% از بالغین در ایران دچار یک اختلال روانپزشکی طی یک سال گذشته بودند. 27.6% این افراد را زنان و 19.4% را مردان تشکیل می‌دهند و به عبارتی از هر 4 نفر بالای 15 سال یک نفر دچار اختلال روانپزشکی است. وقایع وحشتزا تجربه هر روزه مردم هستند و به درجات مختلف این وقایع برنامه‌ریزی شده اعمال می‌شوند. به عبارت دیگر وقتی وحشت قابل پیش بینی است، مکانیسم بی‌حسی روانی به طور خودکار در افراد فعال می‌شود تا افراد بتوانند در این تلاطم روزانه و پی در پی وحشت دوام بیاورند. برای همین است که می‌بینیم در ایران مردم توانستند با یک سری فعالیت‌ها مثلا مهمانی‌ها یا عمل جراحی یا مواد مخدر در شرایط سرکوب مداوم بقایشان را تضمین کنند. حاصل سرکوب و تحقیر مداوم فراگیر این است که انسان به جایی میرسد که حس ناتوانی در او درونی میشود و شرایط را میپذیرد و با پذیرفتن این شرایط فعالیت‌هایش را بر اساس آنچه جامعه از او میخواهد تنظیم میکند. درمان آسیب دیدگی‌های روانی اجتماعی اولین قدم به سوی بهبودی فرد و جامعه آسیب دیده ایران در گروه پایان بخشیدن به سرکوب و رسیدن به دموکراسی است.